سلام دوستان، محمد پور محمدی فله هستم و با دوره جنگو در خدمتتون هستم. همونطور که توی ویدیو اول گفتم، برای دوره جنگو خب ما یه سری پیش نیاز لازم داریم که من تا حدی که میتونستم دوره فرانت که HTML CSS و جاوا اسکریپت بود رو گفتم و یه خورده حالا راجع به بوت استرپ توضیح دادم که اگر کسی علاقه داشت بتونه تو همون سمت فرانت پیش بره، حالا شاید توی آیندهم تو همون زمینه فرانت کار بکنه. اما حالا این سری ویدیوهایی که قراره بدم، حالا خیلی ویدیوهای زیادی هم هست، تقریبا مثل دوره پایتونه یا شاید حتی بیشتر هم بشه، راجع به دوره جنگو. یه توضیح کوتاه تو این ویدیو راجع به خود جنگو میدیم که چیه. جنگو یه فریم ورک سمت بک‌انده که به زبان پایتون نوشته شده و برای طراحی سایت استفاده میشه. حالا یه توضیح کلی دارم میدم، بعد همینطور که جلو میریم کم کم بیشتر باهاش آشنا میشید. در واقع ما با زبان برنامه‌نویسی پایتون میتونیم بیایم طراحی سایت رو هم انجام بدیم که فریم ورک جنگو آماده شده برای اینکه ما راحت تر بتونیم این کار رو انجام بدیم. در واقع خودمون میتونیم از صفر بیایم این کار رو انجام بدیم. مثلا خودمون با همون پای MySQL وصل بشیم به دیتابیس مثلا MySQL، یا مثلا اگر فرض کنید دیتابیسمون پستگرس است، با یک کتابخونه دیگه بیایم وصل بشیم به اون، داده ها رو بگیریم بفرستیم. اما خب چیز خیلی وحشتناکی میشه، یعنی چیز کار خیلی سختیه. بعد از اون ور مثلا فرض کنید ما میخوایم اطلاعات رو توی دیتابیس نگه داریم، باید بیایم رمزنگاری انجام بدیم و کلی کارهای دیگه. خب کسایی که فریم ورک جنگو رو اومدن درست کردن خیلی از این کارها رو انجام دادن. مثلا فرض کنید ما هر سایتی که میخوایم بسازیم، هر سایت که نه ولی اکثر سایتایی که میخوایم بسازیم مثلا سیستم لاگین میخوان یا همون سیستم ثبت نام رو میخوان. خب جنگو اومده این کار رو برای ما راحت کرده. در واقع مثلا پسوردها رو میاد رمزنگاری میکنه با الگوریتم‌های امن و حالا خب چند وقت یه بار میان آپدیتش میکنن، امنش میکنن و مشکلاتی که داره رو باز رفعش میکنن. فریم ورک همونطور که قبلا هم گفتن یه خوبی دارن یه بدی. خوبشون اینه که خب کار ما رو توی خیلی از زمینه‌ها راحت میکنن، اما بدیشون اینه که خب بعضی از چیزاشون حفظیه. در واقع ما باید طبق چیزایی که اونها یعنی برنامه‌نویسای دیگه به ما گفتن کد بنویسیم، اما ارزشش رو داره. یعنی یه مدت که کار بکنیم با اون ساختاری که اونها به ما گفتن، دیگه دستمون میاد و راحت میتونیم خیلی سریع سایتی رو درست بکنیم. برای طراحی سایت حالا به زبان پایتون فریم ورک‌های مختلفی هست. مثلا فلاسک هم هست که یکی از فریم ورک‌های معروفه، اما فلاسک به نسبت جنگو خیلی ساده‌تره، راه اندازیش راحت‌تره. اما مثلا حالا ما سیستم لاگین کردن و اینها رو باید بیایم دوباره کتابخونه جدا نصب کنیم و یه خورده دردسرش بیشتره. اما جنگو خب چیزایی که خیلی استفاده میشن رو به صورت آماده داره و ما میتونیم راحت باهاش کار بکنیم. خب این یه توضیحات کلی بود راجع به اینکه فریم ورک جنگو چیه. حالا نوین نوشتنش هم با یه دی شروع میشه، می‌نویسن دی جنگو اما جنگو تلفظ میشه. خب من دو تا اینجا عکس از قبل آماده کردم که راجع بهشون توضیح بدم. اولی راجع به معماری جنگوه که اصطلاحاً بهش میگن مدل MVT که حالا کلمات مدل و ویو و تمپلیت رو اول حرفاشون اگه برداریم، ویو مدل تمپلیت میشه MVT یا بعضی وقتا MTV هم بهش میگن. راجع به این مدل و ویو و تمپلیت و اینا کامل توی دوره توضیح میدیم. فقط میگم یه دید کلی میخوام بهتون بدم و بعدها که اینها رو یاد گرفتیم دوباره راجع به همینا توضیح میدم. خب این عکسی که اینجا میبینیم یه دونه یوزر رو نشون میده. عکس رو از گوگل آوردم که به سرور جنگو یه درخواستی میده. مثلا فرض کنید گوگل با جنگو نوشته شده. من میام به گوگل میگم که مثلا کلمه اپل رو برای من سرچ کن و نتایج رو بهم بده. خب چجوری این کار رو انجام میده؟ اون سرور در واقع اول یه URL میخواد، یه آدرسی میخواد. در واقع ما توی هر سایتی که میریم، مثلا فرض کنید من میام اینجا، میام توی google.com، این یه URL. حالا که اومدم توی google.com راجع به اپل میخوام سرچ کنم، اینجا می‌نویسم اپل رو که میزنم این بالا نوشته google.com/search علامت سوال کیو مساوی با اپل و یه سری چیزای دیگه. به این قسمت بالا میگن URL که برای هر صفحه‌ای که حالا توی اینترنت ما دنبالشیم یه آدرس یکتا داره. در واقع حالا نه فقط هر صفحه، یعنی توی یه صفحه هم که میریم مثلا میتونیم یه آیدی خاص رو پیدا کنیم، یعنی بهش میگیم ما رو ببر به فلان صفحه وسط صفحه. اونام هر کدوم یه دونه URL جداگانه دارن. در واقع حالا این قسمت اولش میشه URLش، یعنی این قسمتی که اینجا داریم. خب این شد URL. سرور پس به وسیله URL میاد بالا رد و بدل میکنه اطلاعات رو. اینها رو میام جلوتر که بریم کامل همه رو باز میکنیم و کامل توضیح میدیم. یه توضیح کلی فقط الان دارم میدم. خب URL خودش با ویو در ارتباطه. ویو چیه؟ ویو تابع هایی هستن که ما مینویسیم. در واقع ما حالا توی زبان پایتون توی فریم ورک جنگو میایم یه سری ویو مینویسیم، ویو به تابع ها میگن. اون URL وقتی صدا زده میشه میاد تابع ما رو صدا میکنه. خب تابع ما همینجا میتونه بیاد یه جوابی بده، مثلا مثل برنامه هلو ورلد میگه که اگر طرف اومد فلان سایت رو باز کنه، مثلا فرض کنید که آدرس سایت هم هست salam.com، طرف میاد وارد این سایت میشه،
داخل این ویو ما بهش میگیم که اگر کسی اومد این سایت رو خواست، این URL رو خواست، تو بیا یه دونه سلام براش بنویس و این کلمه سلام رو دوباره برمیگردونه به سرور و سرور هم به یوزر تحویل میده. در واقع این ویو الان به مدل و تمپلیت وصل نشده. این حالا ساده ترین حالتشه که خود ویو میاد همونجا جواب میده و ما با این قسمت کاری نداریم. اما خب سایت های واقعی این شکلی نیستن. دو تا قسمت دیگه هم داریم، مدل و تمپلیت. مدل چیه؟ مدل چیزایی هستن که توی دیتابیس ذخیره میشن. مثلا خب ما توی سایت میریم سلام خالی که ننوشته، ما میریم قیمت محصولات رو میخوایم. خب قیمت محصولات کجا ذخیره شده؟ توی دیتابیس. اینجا پس این تابعی که ما داریم مینویسیم وصل میشه به مدل، اطلاعات رو میگیره، اطلاعات رو که از دیتابیس گرفت برمیگردونه به سرور و سرور هم به کاربر تحویل میده. یعنی توی این حالت ما با تمپلیت کاری نداریم. کاربر میاد یه درخواستی میده، میگه مثلا همه گوشی‌ها رو بهم بده، میاد اینجا خب گوشی‌ها رو که خود ویو نداره، خود تابع میره از دیتابیس میگیره و میده به کاربر. و این حالا چیزیه که بعداً به اسم API باهاش کار میکنیم. در واقع وقتی داریم با API کار میکنیم ما با تمپلیت ها کار نمیکنیم، فقط با دیتابیس در ارتباطیم. اما یه مدل دیگه هم هست که ما با تمپلیت ها هم در ارتباطیم. چه شکلی؟ مثلا فرض کنید من سایت ایستا درست میکنم. سایت ایستا منظورم چیه؟ یعنی سایتی که به دیتابیس وصل نیست. مثلا فرض کنید همینجوری فقط یه متنی نوشتم، یه عکسی گذاشتم ثابته، بعد یه سری CSS و جاوا اسکریپت و اینا گذاشتم، هیچ اطلاعاتی از دیتابیس نمیگیره. همچین صفحه‌ای هم میتونیم درست کنیم. خب این بار وقتی یوزر حالا میاد درخواست رو میده، از همین طریق میرسیم به ویو، میره سراغ تمپلیت معنیش میشه قالب. اون ظاهری هستن که ما درست میکنیم. در واقع HTML و CSS و اونایی که یاد گرفتیم توی جنگو، این HTML های ما اسمش میشه تمپلیت. حالا چرا اسمش میشه تمپلیت دیگه HTML نیست، جلوتر بهش میرسیم، چون ما میتونیم داخلش حلقه بزنیم و چیزهای دیگه. خب پس تو این حالت چی میشه؟ ما میایم فقط یه ظاهری رو بهش تحویل میدیم بدون اینکه با دیتابیس در ارتباط باشیم. اینم یه حالت دیگه است. اما حالت کلی که اینا رو پاک کنم، همون مدل MVT یا MTV میگفتن، چه شکلیه؟ اینه که کاربر مثلا فرض کنید حالا توی سایت واقعی میاد توی دیجیکالا، میگه که digicala.com رو برای من بیار، اون URL رو وارد میکنه، سرور دیجیکالا میاد توی ویو میگه طرف سایت digicala.com رو خواسته. خب توی صفحه اولش چه شکلیه؟ توی صفحه اولش مثلا باید بیاد 50 تا موبایل بیاره، 40 تا لباس بیاره، مثلا جستجوهای اخیر کاربر رو بیاره، میاد همه اینها رو از دیتابیس میگیره، یعنی ویو وصل میشه به مدل. خب اینها رو گرفته، اما نمیتونه همینجوری اطلاعات رو فقط به کاربر بده که بگه بیا اینها رو نشون بده. میاد به تمپلیت هم وصل میشه، میگه این اطلاعاتو که از دیتابیس گرفتم، مثلا قیمت فلان، نمیدونم تعداد کامنت فلان، این کامنت و اینا براش نوشته شدن رو بیا به این صورت، به این شکل نشون بده و این سه تا این شکلی با هم دیگه ترکیب میشن. در واقع ویو مسئولیت مدیریت اینها رو به عهده داره. بعد از اینکه این کار رو کرد دوباره برمیگردونه به سرور رو، در واقع نه اینکه برمیگردونه به سرور، خود ویو کدیه که داخل سرور نوشته شده، حالا من این مسیر رو دارم نشون میدم، برمیگردونه به کاربر و کاربر میاد اون صفحه دیجیکالا رو میبینه. خب این پس شد از کلیتش. ممکنه تمام حرفام رو متوجه شده باشین که خب خیلی هم عالیه، ممکنه 50% رو متوجه شده باشین، ممکنه هیچی متوجه نشده باشین، هیچ اشکالی هم نداره. یه توضیح کلی دادم راجع به این و حالا جلوتر که بریم باز دوباره برمیگردیم سراغ همین عکسی که اینجا گذاشتم و کم کم که با اینها آشنا بشیم برمیگردیم سراغش. یه عکس دیگه هم اینجا گذاشتم که این حالا نقشه جهانه. مثلا فرض کنید من همونجا که زدم google.com، من الان توی رشتم، مثلا اینجا هستم. خب من وقتی میخوام به سرور گوگل وصل بشم، گوگل داخل ایران سروری نداره. حالا من مثلا فرض کنید وصل میشم به سرور گوگل که توی ترکیه هست، حالا نمیدونم ترکیه سرور داره یا نه، یه جایی یه سروری داره، مثلا فرض کنید تو اروپا، من وصل میشم به اون. خب من یه درخواستی بهش میدم، درخواست به انگلیسی میشه ریکوست، در واقع من یه ریکوستی میدم، سرور این کارهایی رو که گفتیم انجام میده، یه جوابی رو به کامپیوتر من ارسال میکنه، این میشه ریسپانس یعنی پاسخ. پس من یه ریکوستی میفرستم تا اینجا، این یه سری کارها داخل سرور انجام میشه، یه جوابی بهم میده، این جواب میشه ریسپانس که به کامپیوتر من میده و من حالا اونور میتونم اطلاعات رو توی کامپیوتر خودم ببینم. حالا این سرور ممکنه هر جایی باشه. خب این رو گفتم که با کلمات ریکوست و ریسپانس آشنا بشید، چون جلوتر که میخوایم بریم با اینها کار میکنیم و خود این لغت ها رو میبینیم. خب این شد از یه توضیح کلی راجع به ساختار و عملکرد جنگو، اینکه چه شکلی حالا کار میکنه. حالا یه سری پیش نیازها هم داره. در واقع شما که میخواید جنگو کار بکنید، اول از همه که باید زبان پایتون رو به صورت کامل بلد باشید. حالا اگر دوره پایتون من رو دیدید که اوکی، اگر از جای دیگه ای هم دیدید و تسلط نسبی دارید اوکیه. من سعی میکنم حالا توی دوره اگر جای لازم شد یا چیزی که مثلا خودم توی دوره پایتون کم روش مانور دادم، اونها رو بیشتر توضیح بدم. اما روی زبان پایتون باید کامل مسلط باشید. ما حالا برای اینکه ظاهر قشنگتری هم داشته باشه، جذابتر باشه دوره، این سایتی که درست میکنیم ظاهر هم داره و اون ظاهری که داره
که با HTML و CSS و جاوا اسکریپت. اگر کلا هیچی کار نکردید توصیه میکنم که همین دوره HTML CSS جاوا اسکریپت هم که گذاشتم ببینید، خیلی طولانی نیست، در حد 60 قسمته، تا باش در حد ابتدایی آشنا باشید. اگر هم کار کردید که خب خیلی هم بهتره. اما حالا مثلا به بحث API ها که میرسیم، اونجا اصلا لازم نیست که فرانت بلد باشید، یعنی در واقع فرانت هم بلد نباشید مشکلی پیش نمیاد. اما قسمت اولش که حالا قرار جنگو رو یاد بگیریم، برای جذابیت بیشتر من از فرانت هم استفاده میکنم و اگر به فرانت تسلط داشته باشید خب خیلی راحت تره و کمتر به مشکل میخورید. نکته آخرم اینه که من حالا از VS Code استفاده میکنم، اما خب یکی از ادیتورهای در واقع حالا IDE معروف برای کار کردن با پایتون و حالا جنگو پایچارم. اگه دوست داشتید میتونید اون رو هم نصب بکنید، اما خب من خودم با VS Code راحت ترم و با VS Code دوره رو پیش میبریم. آخرین موردی هم که میخوام بگم اینه که حالا من قبل از اینکه دوره جنگو رو شروع بکنم، چون لاگین کردم با SMS جنگو، یکی از چیزهای مهمی بود که حالا خیلی دنبالش بودن، من قبلا فیلم اینا رو گرفتم و گذاشتم. اما حالا دوباره قراره که جنگو رو از صفر شروع کنیم، در واقع از اول بگیم که همین URL چیه، چجوری پروژه درست کنیم و چجوری جنگو رو نصب کنیم و این کارا رو از اول انجام میدم. و برای اینکه شما با من همراه باشید من از VM استفاده میکنم. شما اگه رو سیستمتون جنگو نصب نیست مشکلی نیست، میتونید همینطوری عادی باهاش کار بکنید. اما من با VM کار میکنم که کتابخونه ها رو نصب بکنیم و مشکلی برای شما پیش نیاد. در این بین ممکنه بعضی از چیزها رو هم به همون دوره پایتون اضافه بکنم، مثل دکوراتورها که توی خود دوره پایتون نگفتم، اما توی دوره جنگو که جلوتر میریم برای ما لازم میشه. اما چون بحث پایتونیه به دوره پایتون همون رو اضافه میکنم. به خاطر همون زنگوله رو هم روشن کنید که من ویدیوها رو که اضافه میکنم براتون پیغام بیاد. خیلی ممنون که همراه من هستید. از ویدیوی بعدی میریم سراغ جنگو و کار رو شروع میکنیم و اولین پروژه‌مون رو انجام میدیم. لایک و فالو یادتون نره، کامنت هم بذارید، کانال رو هم به دوستاتون معرفی کنید. فعلا خدا نگهدار.